3 تا کس را الله روزیش قبول نمیکنه. چند کس را؟ 3 کس روزیش قبول نمی شود. وقتی این روزها به پیشگاه پروردگار می رود، الله جل مجدوه می گوید دفترش باز نکنین. اصلا نمیخوانم، اصلا گریه شکار ندارم، تهجد شکار ندارم، تراویح شکار ندارم. این 3 تا را اصلاح کرده یا نکرده؟ 3 تا. این سخن من نیست، سخن محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود اول کسی که خدا روزیش قبول نمیکنه او کسی است که رمضان می آید هنوزم با برادر خود خفه است. رمضان می آید هنوزم با مادر و پدر و همسایه و رفیق و دوست و مسلمان خفه است. قلبش پر از کینه هست، پر از کینه. باور بکنیم بعض انسان ها چند برابر وزن خود کینه را حمل میکنن، چند برابر وزن خود. بسیاری ها رفتن به حج، به خانه الله، خانه پاک الله، ولی این فاضلات همراه خودشان بردن، این کینه ها و بغض ها را بردن. من کسی را سراغ دارم که رفته بعد از 2 سال به زیارت مادر خودش، همین که دروازه را باز کرده دیده که برادر بزرگش پیش مادر نشسته است، از اون جا دوباره برگشته. این فکر میکنه دیگر خدا را میخرم. نه عزیز من، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله جل مجدوه روزه کسی که او کینه دارد، بغض دارد، دشمنی نسبت به برادر خود دارد، الله به درگاه خودش قبول نمیگرداند. و فرشتگان چی میگه؟ انظروا هادین، انظروا هادین. 3 مرتبه صدا کرد. حدیث 65 مسلم است. انظروا هادین، انظروا هادین. ایربان تا زمانی که صبح نکرده روزیش قبول نمیکنه. ایره به خواهران من خبر برسن. عزیزان من، اونهایی که فکر میکنن ما ببخشیم، ما عفو بکنیم، ما کم میشیم، نه. شاید انسانهایی باشن که بگوین اگر ما گذشت بکنیم اون به جنت میرود. نه، اگر تو گذشت کردی و آغوش خود را باز کردی الله تو را به جنت میبرد. هیچ بهانه نمیشود، هیچ بهانه را خدا قبول نمی کند. اول او شروع کرد، دخترش به من نداد، پول مرا گرفت، زمین مرا گرفت. بهانه ها نمی چلد. اون مسلمان است، باید برای الله آغوشت را باز کنی و الا خدا روزه را قبول نمی کند.